آیا موتور شاهین همون موتور تیبا 2؟ بیایید با هم بررسیش کنیم. موتور ماشین تیبا 2 محصول سایپا موتور M15 1.5 لیتریه که قدرتش حدود 87 اسب بخاره. این موتور روی ماشین‌های دیگه‌ای مثل ساینا و کویک هم استفاده شده. اما موتور شاهین چی؟ باید بگم همون موتور تیبا ولی با تغییرات اساسی. حالا موتور M15 ماشین شاهین چه تفاوتایی داره؟ موتور شاهین نسخه توربو شده M15 اما با ECU جدید، پیستون‌هایی تقویت شده، سیستم خنک‌کاری قوی‌تر و البته توربو شارژ که حدوداً 113 اسب بخار قدرت داره و گشت‌آورش 178 نیوتن متره که اصلا با تیبا 2 قابل مقایسه نیست. یعنی اگه فکر می‌کنی هر روغنی که برای تیبا استفاده می‌کنی میتونی برای شاهین هم استفاده کنی، اشتباه بزرگی کردی، چون موتورهای توربو دمای بالاتری دارن. پس موتور این دو ماشین درسته که از یک خانواده‌ان ولی کلی فرق اساسی داره. این پست رو با کسی که فکر می‌کنه موتور شاهین همون موتور تیبا 2 به اشتراک